سلام، به این کانال خوش اومدید. لطفاً برای دیدن ویدیوهای بیشتر این کانال را سابسکرایب کنید و ویدیوها لایک کنید. ممنون. داستان امروز درباره دختر خانومیه که به خاطر بیپولی و برای ترمیم بکارتش مجبور میشه که برای دکتر. ادامه داستانو از زبان همین دختر خانوم بشنوید. اسم من عادل است و در حال حاضر 28 سال دارم. من توی 23 سالگیم با پسری به نام نیما دوست شده بودم که خیلی به اون وابسته بودم. نیما پسر خیلی خوش‌تیپ بود، اما توی حرف زدن خیلی رعایت کسی رو نمی‌کرد و هر چی که به ذهن و دهنش می‌رسید میگفت. نمیدونم، اما شاید من شیفته همین صراحت و بی‌پروایی اون شده بودم، در حالی که خیلی از دخترها از اون بدشون میومد. به هر حال ماجرای دوست شدن من با نیما برای من به داشتن رابطه با اون منتهی شد، چرا که من انقدر شیفته و عاشق اون پسر شده بودم که یه جورایی خودم هم دوست داشتم باهاش راحت باشم. خب من قبل از نیما هم دوست پسر داشتم، اما هیچ وقت بهشون اجازه نداده بودم که اینقدر بهم نزدیک بشن. یه روز نیما یه ویلا تو فشم اجاره کرد. ما به اونجا رفتیم و بعد از کمی حرف زدن و شوخی کردن کاری به جایی کشید که اون روز اونجا من برای اولین بار یه رابطه کامل رو تجربه کردم. نیما کارشو خوب بلد بود. دیدم روی تخت گل گذاشته بود و برای من خیلی اتاق زیبا کرده بود. بعدش هم به آرومی حسابی تحریک شده بودم که ناگهان دیدم یهو یواش تو و از لذتش کردم. خلاصه اون روز با لذت خیلی زیاد از دست دادم. اون موقع البته زیاد توی این وادیا نبودم. شاید لازم بود که مدتی بگذره تا بفهمم که چه اتفاقی برام افتاد و چه بلایی سرم اومده. خب بهتون گفتم که نیما اخلاق رک و صریحی داشت، اما بعد از مدتی همین اخلاق اون تبدیل به خشونت و تندی شد. از طرف یواش یواش متوجه شده بودم که اون همزمان با من با چند تا دختر دیگه هم تو رابطه بود و وقتی هم که ازش میخواستم در مورد رابطه هاش توضیح بده، اون جواب درست و حسابی بهم نمیداد. از طرفی دیگه تو مدتی که با هم دوست بودیم، من هر بار که در مورد ازدواج حرف میزدم، اون تندی میکرد و میگفت که برای این حرفا فعلا خیلی زوده و دیگه حتی اجازه نمیداد بحث رو شروع کنم. یه جورایی حس میکردم که قربانی دوستیم با اون شدم، اما از طرفی دیگه این خودم بودم که اون رو انتخاب کرده بودم. به هر حال این چیزا باعث شد که من آروم آروم از نیما زده بشم. منی که تا اون موقع پیش خودم فکر میکردم که یه روز قراره با اون ازدواج کنم، حالا فهمیده بودم که همه آرزوهام خیالی بیش نبوده. هرچی که بود، بعد از مدتی اون عشق آتشین من نسبت به اون تبدیل به یک نفرت وحشتناک شد و برای همیشه ازش جدا شدم. خانواده من یه خانواده عادی و سنتی بود و حتی از نظر مالی هم چندان قوی نبودیم. دختر بودن برای ازدواج پیش خانواده ما و اطرافیان ما خیلی مهم بود و من برای اینکه بتونم این مشکل رو حل کنم لازم بود که پرده بکارتم رو دوباره ترمیم کنم. اما چطوری؟ با کدوم پول؟ به خانوادم چی میگفتم؟ خلاصه برای حل این مشکل من به سر کار رفتم و به خانوادم گفتم که برای کارآموزی میرم و هیچ حقوقی هم نمیگیرم. اینطوری بود که بعد از چند ماه بالاخره تونستم مبلغی رو برای دکتر جمع کنم. اما خب این مبلغ هم هنوزم کافی نبود. لازم بود که چند ماه دیگه کار کنم. ولی اتفاق دیگه ای افتاد. یه روز که خونه بودم، مادرم بهم گفت که داره خواستگار برام میاد. خواستگار پسر یکی از فامیلامون بود که اتفاقا من خیلی دوستش داشتم. اون پسر که اسمش وحید بود، هم پولدار بود و هم خوش‌تیپ و هم خوش برخورد. از طرفی هم بهم گفته بود که اون داره برای دکتراش اپلای استرالیا رو میگیره. خلاصه که همه چیز همه جور عالی بود. و فقط من باید هر چه زودتر به دکتر میرفتم، چون ممکن بود یه فرصت بزرگ رو توی زندگیم از دست بدم. به خاطر همین قیمت‌های دکترهایی که مخفیانه این کار رو انجام میدادن رو درآوردم و بالاخره دل به دریا زدم و به سراغ دکتر که قیمتش از همه پایین‌تر بود رفتم. البته همون قیمت پایین هم با بودجه من سازگار نبود. اون دکتر یه مرد میان سال بود که گفت ممکنه جراحی من رو انجام بده، اما امکان تخفیف نداره. خلاصه با حرفی که اون روز دکتر بهم زد، فهمیدم که عملاً هیچ شانسی برای اینکه به سراغ دکترای دیگه برم ندارم.
برای اولین بار توی عمرم غرورم رو کنار گذاشتم و افتادم به التماس کردن دکتر. اون هیچی نمیگفت. چند دقیقه من به التماس کردن خودم ادامه دادم تا اینکه یهو دکتر از پشت میز بلند شد و اومد پیش من. تو چشام زل زد. بعد یواش چپم و یه مشت کوچیکی کرد و گفت تو چقدر خوشگل و نازی. خیلی آروم و بازم گفت مگر اینکه بخوای طور دیگه حساب کنیم. بله، اون روز دکتر به من پیشنهادی داد که من راهی به جز قبول کردنش نداشتم. ما تا روز عمل 2 بار با هم برقرار کردیم. یه بار همون روزی که بهم پیشنهاد داد و یه بار هم روز عمل، اما قبل از جراحی. جالب اینجا بود که دکتر اصلا هیچ رحمی بهم نداشت. تو هر دو رابطه بهش گفته بودم که آقا دکتر لطفاً زیاد بهم نیارید. یه جوری کنید که عملش راحت باشه. اما دکتر انقدر وحشی بود که تو هر دو رابطه طوری به این می آورد که نیما اصلا بلد نبود. هی خدا میکردم که زود کارش تموم بشه. اما دکتر انقدر زیاد و طولانی بود که از استرس داشتم سکته میکردم. خلاصه بعد از عمل ترمیم من دیگه خیالم راحت شده بود که دوباره به حالت قبل برگشتم و دختر شدم. ولی راستش رو بخواید عذاب و وجدان زیادی برای روز خواستگاریم داشتم. ولی خب روز خواستگاریم اتفاق دیگه ای افتاد. اون روز وقتی که من و وحید رفتیم توی اتاق تا با هم حرف بزنیم، حس کردم که اون داره به زور با هم حرف میزنه. خب ما از قبل همدیگه رو میشناختیم و توی اتاق رفتنمون هم فقط برای این بود که بتونیم با هم راحت تر باشیم. اما وحید توی صحبت کردن خیلی معصب بود. تا اینکه من بهش گفتم چرا حرفش راحت نمیزنه و اونم با کلی مینو کردن بهم گفت که راستش قصد ازدواج نداره و خانواده‌اش میخوان قبل از رفتن به استرالیا اون رو به زور زنش بدن. اون با صدای آروم ازم خواهش کرد که تا 2 هفته دیگه که قراره به استرالیا بره جواب رو معطل کنم تا والدینش هم دیگه فرصت نداشته باشن دختر دیگه‌ای براش پیدا کنن و خواستگاریش رو هم قبول نکنم. واقعا از شنیدن حرفای اون شوکه شده بودم و خودم رو کشمات شده میدیدم. داشت گریم میگرفت، اما توی همون چند دقیقه به این فکر کردم که شاید خدا دوستم داشته که نذاشته زندگیمو با دروغ و سیاهکاری شروع کنم. برای همین حرفای اون رو قبول کردم و در میون تعجب خانواده وحید رو به بهانه اینکه با هم جور در نمیایم رد کردم. امروز من 28 سالمه و با پسر دیگه دوست هستم که البته ماجرای دوستیمون خودش یه داستان جداست. اما نکته خوب این ماجرا اینه که من و دوست پسرم که اسمش وحیده از هم روز اول همه گذشته خودمون رو برای هم تعریف کردیم و با چشم باز همدیگر رو قبول کردیم و به هم قول دادیم که بابت گذشته هیچ وقت همدیگر رو شماتت نکنیم. من به آینده خودم امیدوارم و از شما هم میخوام که برای من آرزوی خوب کنید و لطفاً منتظر کامنت های شما عزیزان هستم. عزیزان دوستان، ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فشار بدید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. ممنون.